روانپزشک شناخته تاجیک محمود کبیری ویدیوی جوانی را با نام سوراب نشر کرد که بعد 3 سال محرومیت از پای روان با کمک شیوه طبابت دکتر کبیری توانسته است دوباره به پا بخیزد و راه بگردد. سوراب در این نوار میگوید 3 سال پیش بیماری به قول مردم به جاگه و جامه بود، ولی حالا میتواند با راحتی خم و رو شود، هم به سمت پیش هم به سمت قفا حرکت کند و حتی در وقت ادای نمازهایش مستقلانه به رکوع سجده برود. این استاد به تشویش میشینم و خودم از جایم میخیزم، پیش با یاردم دیگران میخیستم از جا، نقل میکند سهراب برای احتیاط با عصا میگردد، ولی دکتر کبیری به او گفت که این عصا بیشتر برای احتیاط است. خود محیدین کبیری نیز چنین به پای خود خیستن و راست شدن سهراب را معجزه مینامد. دکتر کبیری قبلا نیز درباره به پای خیستن چند بیمار دیگرش خبر داده بود. محمود کبیری 22 یونیو سال 1970 در نویه درواز به دنیا آمده دانشگاه طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا را ختم کرده است. دکتر کبیری در بخش‌های روانشناسی، رواندرمانی، گیاهدرمانی، سوزندرمانی و طب شرق از جمله طب چینی، طب هندی، طب نبوی یا طب محمدی و هم در طب یونانی متخصص ورزیده شناخته شده. اکستراسنس نیز دانسته می شود.